الله الرحمن الرحیم. آیا می دانید یک دعایی هست که با خواندن این دعا دروازه های آسمان باز میشه؟ دعا بسیار کوتاه و مختصره و همه میتونیم حفظ بکنیم، اما خیلی از این دعا محروم هستن، خیلی ها اصلا نمیدونن، خیلی ها ازش غافل هستن یا اصلا بهش توجه نمی کنن. این دعا بسیار کوتاه و مختصر هست و بسیار مفیده. سعی کنیم این دعا را از بر بکنیم و در نمازمون بخونیم. ابتدا به این حدیث خوب گوش فرا بدهیم. حدیثی که ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکنه، میفرماید در حالی که یک روز با رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز میخوندیم، پشت سر پیامبر صلی الله علیه و سلم ما نماز میخوندیم که ناگهان مردی از بین ما گفت: الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا و سبحان الله بکرة و اصیلا. رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از نماز ازش پرسیدند: من القائل؟ چه کسی بود که این حرف و این جمله گفت، کلمت کذا و کذا؟ یکی از بین ما گفت که من بودم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. فرمودن: عجبت لها، من در تعجب شدم و در حیرت ماندم از این دعا، از این دعای کوتاه مختصری که تو خوندی. فتحت لها ابواب السماء، که دروازه های آسمان بروش باز شد. ابن عمر میگوید: فما ترکتهن منذ سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ذلك. از روزی که پیامبر صلی الله علیه وسلم چنین فضیلتی را بر این دعا تعیین کرد و به ما گفت، من هرگز این دعا را ترک نکردم. این دعا همونطور که گفتیم: الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا و سبحان الله بکرة و اصیلا. دعای راحت یا شاید خیلی بدونن اما بهش توجه نکردن که کجا باید بگن و از فضیلتش غافل هستن. وقتی که انسان نماز فرض میبنده الله اکبر میگه، یا چه تنهایی یا پشت سر امام باشه فرق نمیکنه، وقتی الله اکبر میگه دعای استفتاح که ما معمولا وجهت میخونیم، دعای دیگه رو خیلی مردم نمیدونن، از بر نمیکنن. یکی از دعایی که باید قبل از سوره فاتحه خونده بشه بعد از تکبیر همین دعاست، همین ذکره. بعد از اینکه تکبیر گفتید، تکبیرت الاولا گفتید الله اکبر، نماز فرض، این دعا را میخونید، این ذکر را میخونید: الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا و سبحان الله بکرة و اصیلا. خوب به این دعا توجه بکنید و از بر بکنید: الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا و سبحان الله بکرة و اصیلا. این دعایی بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم از یک صحابی شنید که پشت سرش دعا رو میخونه و پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از نماز ازش پرسید که چه کسی این دعا را خوند، و بعد از آن که اون شخص گفت که من خوندم، فرمود من تعجب کردم که دروازه های آسمان به روی این دعا باز شد. دعایی که دروازه های آسمان به روش باز میشه، ذکری که دروازه های آسمان به روش باز میشه، هرگز این ذکر رو از دست ندید و هرگز آن را ترک نکنید و سعی بکنید خودتون از بر بکنید، حفظ بکنید، بهش عمل بکنید و به دیگران برسانید. الله به ما و شما توفیق بده.